سلام. برای نصب کلید کولر آبی شما یک کابل 5 رشته از سمت کولر اومده که باید به این کلید وصل کنید. کلیدم یه دونه کلید سرعت داره، سرعت کند و تند، کلید روشن شدن کولر، کلید روشن شدن پمپ. شما کلید رو که برگردونید 9 تا پایه داره کلید. شماره 1، شماره 2، شماره 3 که خالیه، شماره 4، شماره 5، شماره 6، شماره 7، شماره 8، شماره 9. پایه شماره 1 و 4 به همدیگه وصل شدن. شما فاز ورودیتون رو به پایه شماره 1 یا شماره 4 وصل میکنیم. سیمی که از سمت پمپ اومده به پایه شماره 2 وصل میکنیم. پایه شماره 3 خالیه. 4 هم گفتیم فاز بهش وصل میشه، یا 4 یا 1 فاز وصل میشه. به 5 و 8 هم چیزی وصل نمیشه. به پای شماره 6 نول وصل میکنیم. نول اگه وصل نکنید هم مشکلی پیش نمیاد، ولی اگه وصل کنید چراغ داخل کلید وسط که برای روشن کردن کولره روشن میشه. شماره 7 دور تند، شماره 9 دور کند. پس شد فاز ورودی، پمپ، نول، دور تند، دور کند. من حالا نقشش هم براتون میذارم. خب بچه من سرسیمامم وصل کردم، وارنیش هم زدم، قهوه‌ای گذاشتم برای فاز، آبی برای نول، مشکی برای پمپ، زرد برای دور تند، سبز برای دور کند. این وارنیش‌ها رو سعی کنید حتما بزنید که خدای نکرده اتصالی نکنه. یه چیزی هم فراموش نکنید، برای کار با کولر و درست کردن کلیدش حتما برق رو قطع کنید. برق 220 ولت اصلا شوخی نداره. کانال منم سابسکرایب کنید لطفا. اگه این آموزش براتون مفید بود یه لایک خوشگلم برام بزنید. داخل کولر شما 3 تا سیم از دینام اومده، یکی قهوه‌ای که دور تنده، یه مشکی دور کند و یه آبی که نوله. شما اصلا فاز داخل جعبه تقسیم کولر نمیاد به هیچ عنوان. ما گفتیم که کابلی که داشتیم درست می‌کردیم یک سرش قهوه‌ایه به تند، زردمون به کند، مشکیمون برای پمپ، آبی برای نل. پمپمون هم 2 تا سیم ازش اومده. ببخشید صدا سگم میاد داخل فیلم. این کابل
پمپ که یکیش مستقیما به نل وصل میشه، یکیش هم میره برای کلید که مشکیه. این کولر فاز و نلشه آورده داخل کولر که میتونست تو جعبه هم ببره و تو جعبه راحت تر بود. فاز و نلم ما فاز و مستقیما از طریق این سیم سبز بردیم داخل کلید، نل رو از اینجا دادیم به این قسمت که تقسیم شده برای پمپ و آبی کاب که رفته برای کلید. داخل جعبه تقسیم تو محفظه کولر دینامو ما داریم که از دینام 3 تا سیم اومده تو جعبه تقسیم. یه سیم تند، دور تند که قهوه‌ایه، سیم دور کند که مشکیه و سیم نل که آبیه و یه سیم هم از پمپ آب اومده، 2 تا سیم که یکیش آبیه که با نل مشترک میشه و مشکیش میره برای کلید. ما اومدیم کابلا کلید داخل رو وصل کردیم، قهوه‌ای برای دور تند، زردمون رو دادیم به دور کند، مشکی برای پمپ، آبی برای نل مشترک پمپ و دینام و کلید. این کولر فاز و نلش اومدن داخل کولر و از تو کولر رفتن برای کلید. شما اصلا هیچ گونه فازی نباید داخل کولر بره، یعنی این فاز و نلی که اومدن الان اینجا، این فاز مستقیما از طریق کابلی که ما داریم رفته برای کلید داخل و نلمون هم از طریق اینجا رفته داخل کلید. حالا میریم که کلید رو با هم وصل کنیم. خب آقا اینم از پایان کار.